تعداد گرفتاران کووید 19 به 379 نفر رسیده است. افزایش 86 نفر. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور 86 مورد نوی سرایتی بیماری کووید 19 را ثبت کرده است و با همین تعداد گرفتاران تا روز 6 می به 379 رسید. در بیانیه وزارت که امروز نشر کردند آمده است که از بیماران نو 3 نفر دیگر فوتیدند و همین گونه تلفات از بیماری 8 نفر شده است. تا حال 3596 بیمار را در شفاخانه‌های سراسر کشور برای معالجه قبول کردند و همه آنها زیر نظارت طبیبان بودند. طبیبان تاجیک گفتند که 246 نفر را در یک شبانه روز گذشته جواب دادند. عین زمان باور می رود کارشناسان و بسیاری از مردم به درستی آماری رسمی شبهه دارند و میگویند که ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد. بعد از انتقاد پیوسته عملی کرده های حکومت در پیشگیری از سرایت بیماری، گزارش‌ها دایر به پشت درماندن بیماران، آماده نبودن شفاخانه‌ها برای قبول گرفتاران، رئیس جمهوری امامعلی رحمان فرمان داد نسیم عالمزاده وزیر تندرستی را از کار آزاد کرد. عین زمان گزارش‌های زیاد می‌رسد که طبیبان تاجیک وسایل محافظتی کافی از بیماری ندارند و نارسایی داروواری به مشاهده می‌رسد. پیش از اعلان سرایت بیماری، دولت تاجیکستان بعد خروجی کووید 19 در چین همسایه و گسترش آن در دیگر گوشه‌های جهان پرواز هواپیماها به قلمروش را قطع کرد. گذرگاه‌های مرزی را برای رواهای مردم بست و فقط ماشین‌های بارکش را اجازه می‌دهند. نگرانی در بین مردم از سرایت بیماری زیاد است و خرید عمومی داروهای ضد ویروسی به چشم می‌رسد که به گفته طبیبان استفاده به دستور آنها هیچ فایده به صحت انسان و معالجه کووید 19 ندارد.